تو ناموس نداری؟ دروغ تو. همه اینا دروغ میگن؟ باشه. همه اینا دروغ میگن. ویدیو امروز یک کم تلخه و راجع به یه حرومزاده است، پسر هوسبازی که بیش از 50 پرونده تجاوز و سرقت داره و حتی به خانمای 50 ساله هم رحم نکرده. اگه میخوای از این ماجرای تلخ مطلع بشی حتما دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزن تا جدیدترین حواشی دنیا تو دستت باشه. این پسر 23 ساله توی شهر تهران از وضعیت مالی بد خانم‌ها سوء استفاده میکرده و با استفاده از سایت مزخرف دیوار اونا رو به بهونه شغل پرستاری از مادرش فریب میداد و توی حومه تهران یا بهشون تجاوز میکرده یا تمام دار و ندارشون رو میدزدیده. ولی به این منوال کشید و همچه برای رافادور و دیگرد کتکی داد اینساد که من بهش توشن من چیزه نایی چایبم دراری من فکر کنم وقت درست حتی نه سوالم دقیقا اون پاره کرد صورت هنوز رمون بیای دست کرد همین آقا جوستا من که دادم ایده کلک انداختم جوستا دوم چری توی کمر ما دروگه چند وقت شما بیاید خونه رو ببینه حیوه چی شد چیز برو قولنومه بنویس این کلا کاسکت تنش بود اون شب کلا کاسکتش پرون دیده چهرهشو کاملا دید. بله من چهرهشو کاملا دیدم اون شب. چی میگی؟ فرار کردن دوباره منو گرفت تا منو کشید چون سربالایی بود اینجوری خاکریز بود تا منو کشید دوباره من تو فاکا اینقدر کشال داشت ضرباشه حتما که بله اینقدر منو اون روز باتر. آقای متهمیشون هم سر کار بودن؟ من ریتو شونو داشتم جو بابا شما اینو شناساییت کرده تو رو. آقا گاز میخوام بفهم متأهلی؟ چرا این کار انجام بدید؟ خب مشخص میشه خب اگه همچین کار با مانند بکنم نفعی این کار منو کتک زد من دیم خب این هم کارم دروغ میگه شما برن عقب یکی دیگه شکایت دقیقا بفهمم چه اتفاقی افتاده بین شما و این آقا. چه اتفاقی افتاد؟ چی بگم؟ باشه نزن این پدر و مادر چی بگم من الان؟ پشتندن داروهای من تو کیفم دیدی به من رحم نکردی. خواهر من برو عقب. خب چه اتفاقی افتاد خانم؟ به من تجاوز کرد گوش برو اومد توی گوشیم در بود ساعت 9:30 بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ به چه عنوانی؟ به من گفته بود که پرستار برای مادرشون میخواد. بعد از یک هفته هیچ حرکتی نکرد که من بخوام شک کنم. گفتن ما میریم مسافرت برمیگردیم بعد با شما تماس میگیریم. روز شنبه با من تماس گرفتن گفتن که مادرم هنوز برنگشته ولی شما از امروز روز کاریت بدون چون ما به شما قول دادیم جز حقوقت حساب کن. اینا رو یادت نمیاد؟ نه من پیامک‌هاش همه رو دارم. سر کارم گذاشتی. من سر کار نداشتی. چرا یه مرد سر کار نداشتی؟ منم دارم میگم سر کارم گذاشتی. برو عقب. خب اینم دروغ میگه. شما پرستار میخوایم درسته؟ بله. کجا شما آگهی دیده بودید؟ کجا دیدید؟ نه من خودم آگهی جویای کار گذاشته بودم نوشته بودم که جویای کارم برای ایشون با پرستار. شما تماس گرفت. ایشون از طریق برنامه دیوار به من پیامک داد که برای مادرمون پرستار میخوایم. گفتم که تماس بگیرین. تماس گرفتن گفتن که شرایط رو پرسیدن گفتن که مصاحبه کنیم شرایط حقوقی رو گفتن شرایط مرخص. جالبه که این حرومی جلوی 50 نفر شاکی و رسانه‌های مختلف بازم کثافتکاریاشو انکار میکرد و میگفت من اینا رو نمیشناسم. فقط ذهنم نرفت که بعدا دیدم که گرفتنش اومدم شکایت کردم. اعتماد میکنم خونه کسی بریم برای تو؟ هیچ وقت. تو ناموس نداری؟ دروغ تو. همه اینا دروغ میگن؟ باشه همه اینا دروغ میگن؟ رحم به خانم 46 ساله میگه بچه بزرگ داره رحم به اون خانم هم نکرد. همه اینا دروغ اگه رو موتور سوار ناموس داری یا نداری؟ ناموس داری یا نداری؟ دروغ میگن؟ ناموس داری یا نداری؟ دروغ میگن؟ اگه رو موتور سوار شه ببین ناموس داری یا نه؟ دروغ میگن اینا؟ بازم شاکی متعلق به شکات پرونده است. توضیح بده اونا چیه؟ اونا هم پیدا کردی؟ گوشی تلفن همراه طلاجات هم پیدا شده؟ طلا رو همه رو فروخته. خب این تو گوشه تلفن همراه چی؟
یه لپتاپ، یه هدفون. خب لپتاپ مال کی بوده؟ مال نمیدونم، همه خانم. شما که دنبال این هستی که یه گوشی رو برگردونی به صاحبش، چرا لپتاپ رو برنگردوندی؟ اونو گول خوردی؟ مطمئنی فقط یه بار گول خوردی؟ فقط چون دیدم لپتاپ رو گوشی تلفن همراه تو رو گول نزد؟ گوشی نبود. اون تلاجاتی که سرقت شده؟ درسته که حالا این یه نفر گرفتن، ولی واقعا این دیوار هیچ فرقی با دارک وب نداره. همه چی توش پیدا میشه، هیچ نظارتی هم روش نیست. امیدوارم که با این اطلاعات ناراحتت نکرده باشم رفیق. لایک و سابسکرایب یادت نره.